соат ба вақти программа 14 است و ما چون همیشه در همین دقیقه ها شما را با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. شهلا گلخوجه هستم. روز بخیر. سرخط موضوعهای برنامه 30 ینور. در عرفه تجلیل رسمی صدای بوستونی پرزیدنت تاجیکستان بار دیگر به صرفه‌کاری و خودداری از خرچ‌های بیهوده دعوت نمود. با سردی‌های امسال مرکز گرمایدهی بیشکک هم تاب نآورد. به برخی منزل‌های زیست و مؤسسه‌های اجتماعی در پایتخت قرقیزستان را 15 درجه خنک کرد. با تنگیم نمی‌روم. در شهر کولاب مشکلی نبود ماشین‌های یاری تجلی را با استفاده مسافربری خرد تنگیم حل می‌کنند. بیماران راضی نیستند. امروز در تاجیکستان برای نخستین بار در سطح دولتی جشن صدر را تجلیل کردند. به مناسبت این جشن امام علیه رحمان پرزیدنت کشور پیام تبریکاتی خود را به مردم کشور ارائه نمود. او با اشاره به وضع نرخ‌های محصولات خوراکواری در بازارهای جهانی بار دیگر ساکنان را به صرفه‌کاری دعوت کرد. ضرور است که با در نظر داشت زیادشوی منتظم اهالی، افزایش طلبات به مواد غذایی و وضع نرخ‌های محصولات خوراکواری در بازارهای جهانی، صرفه و سرشته‌کاری و خودداری نمودن از صرف و خراجات بیهوده و زیادتی به عادت دائمی هر فرد و هر یک عائله تبدیل یابد. ضمن جشن صدر و گذشتگان تاجیکان به خاطر پشت سر شدن سردی ها و همچون پیشخبری نوروز تجلیل می نمودند. طلب ها برای همچون جشن رسمی تجلیل شدن عید صدر قبلا از جانب برخی عالمان تاجیک صدو داده بود. پارلمان هم ماه اکتبر سال گذشته با این هدف به قانون درباره روزهای عید اصلاحات وارد کرد. همکاران ما که چند لحظه پیش از باغ دوستی شهر دوشنبه برگشتند میگویند امروز فضای این باغ در هوای برفی خیلی گرم بود. گزارش در این باره به زودی در سامانه ما www.azadi.org نشر می شود. دوستان کل قرقیزستان در رابطه با از کار ماندن مرکز گرمایدهی بیشکک برای بی‌اعتنایی پرونده جنایی باز کرده است. وکیلان پارلمان نیز پیشنهاد کردند که با تأسیس گروه مخصوص شیوه استفاده 386 میلیون دلار را که برای از نفسازی این مرکز اختصاص یافته بود تفتیش شود. روز دوشنبه فعالیت مرکز گرمایدهی بیشکک متوقف گشته قسمت بزرگ منزل‌های پایتخت قرقیزستان را در سردی قرار داد. بعد چند ساعت حکومت گزارش داد که نظام گرمایدهی برقرار شده است، ولی ساکنان بیشکک میگویند هنوز هم خانه ها سرد می باشند و حرارت در داخل بیناها تا 10 درجه پایین شده است. بسیاری ها جهاز برقی گرمایدهی را روشن کردند تا از سرما نجات یابند. در نتیجه استعمال نیروی برق افزایش یافته. در بعضی مناطق بیشکک تامین برق هم نامنظم بوده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز پیام سالانه‌اش را به کنگره ارائه می‌کند. وکیلان و هم مردم زیادی در سراسر جهان منتظرند تا ببینند که دونالد ترامپ درباره اولویت‌های کارش در سیاست داخلی و خارجی چی میگوید. رئیس جمهور ظاهراً سعی می‌کند بعد یک سال ریاست جمهوری بس برانگیز حمایت مردمی را به دست بیاورد. حالا آبروی دونالد ترامپ در بین مردم نظر به دیگر رئیسان جمهور پست‌تر است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا جیم مالن را همکارم تایری سفر تقدیم می‌کند. Mr. Speaker, the President of the United States. در نظام دموکراتی امریکا پیام رئیس جمهور به کنگره رسم است. دونالد ترامپ سال گذشته در جلسه یکجای کنگره سخنرانی کرد ولی پیامش سالانه نبود. من امشب اینجایم که پیام وحدت و قدرت را برسانم و این پیام از صمیم دل است. امسال رئیس جمهور اقتصادی قوی امریکا را تعریف می‌کند. و من خواهم گفت کار کشور واقعا خوب است. وضع اقتصادی نظر به هر وقت دیگر بهتر است. جایهای کاری نو را بینید. سرمایه گذاران زیاد برمیگردند. ولی اقتصادی قوی هم کمک نکرد آبروی ترامپ بالا رود. دموکرات ها شکوه دارند اولویت های کارش واضح نیست. رهبران جمهوری خواه می ترسند مستقلانه پیش روند. از ترامپ می ترسند. می خواهند دانند که او چی کار می کند. ما فلج شده ایم. تحلیلگران جمهوری خواه پیام ترامپ را شانس برای جلب حمایت مردمی می دانند. باور دارم که وضع تغییر می کند و محبوبیت رئیس جمهور بالا می رود. به عقیده جیم کسلر دموکرات، ترامپ با یک کشور دو تقسیم شده روبروست.
این پیام ها به شما امکان میدهند که خود را از نو معرفی کنید، ولی عقیده رای دهندگان زیاد درباره او معلوم است. تحقیق روسیه مشکل برای پیام می شود به شمول گزارش ها درباره دستور احتمالی ترامپ جهت برکناری روبرت میولر رئیس تحقیقات. دونالد ترامپ ضمن پیامش همچنین درباره مهاجرت، سیاست در قبال کره شمالی، ایران و افغانستان سخن می گوید. برمیگردیم به تاجیکستان. مسافربر خرد معروف با نام تنگم رو که شهرداری دوشنبه زمانی از کوچه های پایتخت بیرون انداخته بود در شهر کولوب از ناچاری چون ماشین یوری تجلی به کار میبرند. هرچند مردم محلی میگویند این نوع خودرو برای حمل و نقل بیماران عموما سازگار نیست، اما مقامات بهداشتی این منطقه گفتند دیگر انتخاب ندارند. چنانچه موضوع در گزارش شادمانیتی. این یگانه ماشین یوری تجلی است که برای 1 میلیون ساکنی منطقه کولوب خدمت می‌رساند. این خودروی چینی را که در بین اهالی با نام تنگم معروف است، بیمارخانه ولایت کولوب از مرکز سلامتی شماره 2 در حالت ضروری به عاریت می‌گیرد. خود بیمارخانه ولایتی در این منطقه سر اهالی ماشین یوری تجلی ندارد. مبلغ نقلیات 4.6 از طرف حکومت در نشست مطبوعاتی ریاست تندرستی کولوب این موضوع بحث گرم خبرنگاران با مسئولان را به میان آورد. با گفته ساکنان بارها زنهای حامله‌دار از خدمت رسانی ماشینی نوعی تنگم دست کشیده در خانه تولد کردن را ترجیح دادند. از 8 ماشین یوری تجلی بیمارخانه شهر کولوب هم یکی اش تنگم است، ولی این ماشین های یوری تجلی حقی از شهر بیرون رفتن را ندارند. به در ساکنان ناحیه اطراف کولوب هنگام دعوت کردن یوری تجلی عمدتاً همین تنگم می رود که سری وقت نمی رسد. گفتن که ما کاری نداریم. وقتی گفتن کار نداریم خیر شد، بعد همونجا واسه تلفن کردیم علمی تقایف دا خیر خداوند پدر مادرش رحمت کنه در اوتر حاضر گفت انشالله میشه نیست میشه شده است خیر همه در اینجا چوب شده مرده را نمیتونیم بردن. بعد وقتی که اینا که گفتیم این در حال روی کرد. مقامات نبود مبلغ کافی در بودجه حکومت ولایت را برای خریدن ماشین های یوری تجلی مشکل اساسی می‌دانند. در حال بیمارخانه منطقوی کولوب از نبودن ماشین یوری تجلی تنقیصی می‌کشد، ساکنان می‌گویند آن تنگمی که گاه گاه به دعوت ساکنان می‌آید هیچ شرایطی طبی ندارد. برعکس در شرایط راه‌های ناهموار شخص صحت را به بیماری گرفتار می‌کند. تنگم یک نوع ماشین خودروی مسافربر است که چند سال پیش از چین وارد شد و در تاجیکستان چون مسافرکش استفاده می شود. تعداد آن در کولوب وقت زیاد شد که مسافرکشی با آن را در دوشنبه منع کردند، اما این نوع ماشین در بیمارستان‌های منطقوی تاجیکستان نقش ماشین یوری تجلی را اجرا می کند. گزارش نوبتی نیز مربوط به ولایت ختلون است. امروز پزشکان ساکن ناحیه جلالدین بلخی را همراه با 3 نوزادش به خانه رخصت کردند. هنوز در تشخیص پیشکی طبیبان به پروینه عثمان و تولد 3 گانگی پیشگویی کرده بودند و اکنون این مادر جوان صاحب 5 فرزند گشت. نزدیک 2 هفته 3 دختر پروینه در اینکوباتور نگهداری میشد. مهمانانی در انتظار خانواده عثمانوف‌ها در ناحیه جلالدین بلخی 3 گانگ را که 10 روز پیش به دنیا آمدند امروز به خانه آوردند. در این روزی سرد و سربرف زمستان خویشاوندان بخصوص کودکان منتظر نوزادان بودند. ضمن پذیرایی فاطمه و زهرا و عایشه همه رسم و رسوم تاجیکی را به جا آوردند. پروینه عثمانова ساکن دهه هزار چشمه ناحیه جلالدین بلخی 3 گانگ را بامداد 20 یانور در شفاخانه مرکزی ناحیه به دنیا آورد.
یک نوزاد 2 کیلو و 300 گرم و 2 نوزاد دیگر 1 کیلو و 300 گرمی وزن داشتند. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. بعد انقلاب بهار عربی در 7 سال پیش که باعث سقوط چندین رژیم‌های درازعمر خاور میانه گردید، درآمد بخش‌های مهم اقتصاد به مانند توریسم در مصر کاهش یافت. ولی مقامات این کشور عربی تلاش دارند برای جلب سیاح از غایه‌های جالب کار بگیرند. مثال روشنش را در گزارش نوبتی همراه تماشا می‌کنیم. قد بلندترین مرد روی عالم و زنی از همه خردجوسه دنیا در کنار اهرام شهر جیزه مصر ملاقات کردند. این ملاقات را وزارت توریسم مصر و نمایندگان کتاب رکوردهای گینس تشکیل کردند که هدف از آن رشد ساحه جهانگردی در این کشور افریقای شمالی می باشد. از زمان انقلاب بهار عربی در سال 2011 هم تعداد خواهشمندان استراحت در ساحل بحر سرخ و تماشای اهرام به مراتب کاهش یافت. اقتصاد کشور که از حساب سیاحی میچرخید زیان جدی دید. سلطان کیاسین که از کردتباران ترکیه می باشد با قدی برابر به 251 سانتی متر 10 سال این جانب بلندترین انسانی روی عالم به شمار می رود و قد او در کتاب گینس ثبت شده است. کیاسین 35 ساله تأثیرات خود را درباره مصر چنین بیان کرد: من واقعا هم خرسند شدم. اهرام و نیل را دیدم. میخواهم دیگران نیز امکانیت سیاحت به مصر را داشته باشند و از تماشای نیل و اهرام بهره‌مند شوند. مصر کشوری عجایب است. قد شریک کیاسین جوت امجی همگی 62 سانتی متر است و از زاده هندوستان بوده در بعضی از فیلم‌های هالیوود هم نقش آفریده است. در طول زندگیم من در کشورهای زیاد بودم ولی آرزوی سفر به مصر را داشتم. من آن را تنها در گوگل دیده بودم و خیلی می‌خواستم اهرام را ببینم. من به نهایت خرسندم که در روبروی اهرام ایستادم و مرا عکس گرفتند. حتی باورم نمی‌آید. طبق نقشه روزهای نزدیک این دو نفر از مکانهای معروف دیگر مصر هم دیدن خواهند کرد. چند پیش یک عده از ستاره‌های هالیوود از جمله ویل اسمیت و ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی هم به زیارت اهرام رفته سیاحت به مصر را تشویق کرده بودند. در این بخش برنامه درباره احسانکاری ساکن شهر خوجند گزارش داریم. نومان حسنов ساعت‌های دراز بازنشستگیش را به مشغولیت مصرف می‌نماید که کاری معلولان را آسان می‌کند. او همگی در طول 1 سال برای کار خیر خود دعای 10 نفر برجامانده را گرفته است. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر. این مرد می‌خواهد آوان بازنشستگیش را به کمک درماندگان ببخشد. نومان حسنов مهندس است و از زمان سرداری رای آهن خوجند بود. حالا عرابه‌های معیوبی را رایگان تعمیر می‌کند. من به خود گفتم که عمری باقی چقدر خداوند عمر داده باشد به احسانکاری مشغول می‌شوم. حساب درآمدی می‌گرفتگی از تعمیر کرسلاها من خواستم رایگان عربچه معیوبی را تعمیر کنم. نومان حسنов در تلویزیون‌های محلی برای آگاهی نیازمندان کار خود را ترغیب کرد. انور اسلاموف بیش از 30 سال تاکسی می‌راند. 3 سال پیش سکته مغزی شد. اقربایش میگویند روزهای اولی بیماریش عرابه نداشت و از کهنه فروشان ناحیه اسپیتامین این عرابه را خریدند. چون انور اسلاموف تست سیاحت بیرون را می‌خواست، بعضی از تجهیزات عرابه از کار برآمدند. جای گفتیم چاق زدیم همه درخت کردیم گوجاند استا هفته هیچ جا استا نیافتیم. سونه تلویزیون آوای رکلامه که دیگه بدن که دارم من بچه گفتم که همین جانده استا بودیم بری تانگه آمد من اینا دور 3 روز به همه قده همه طرف نقص کده دادیم. در طوری میگویند از انسان تنها نیکیست که باقی میماند. واقعا اگر شماره افراد احسانکار به مثل قهرمان گزارش ما بیشتر میبود شاید زندگی نیز رنگ دیگر میگرفت. با بهترین آرزوها نشر نوبتی برنامه را انجام میدیم. فردا با خبر و گزارش‌های نو به استودیو برمیگردیم. او را در سامانه رسمی رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب جستجو کنید تا برنامه فردا. خدا نگهدار هر یکشان.